سلام بچه های عزیز، حالتون چطوره؟ اومدیم به یه ویدیوی ماینکرافت دیگه. بچه ها امروز هدفمون دایمنده، بریم هرچه زودتر دایمند پیدا کنیم که بعدش باش سوپ دایمند درست کنیم بخوریم. شوخی کردم بابا، اصلا تو ماینکرافت سوپ دایمند نیست. بچه چقدر خوششانسم من. تو هدفمون دایمنده، ولی یه چیز، من چیزی که بهش نمیتونم بخورم رنگ نارنجیه که خودم اصلا رنگ نارنجی نیستم، قلبام هم نارنجی نیستن. ولی خب به هر حال حواسم باید به هر چیز نارنجی باشه. وای، تورچای ماینکرافت نارنجی یا نوک مرغا. ایوان اون زرد نارنجی هم بشنیم جان، هرچی نارنجی است. بابا تختاتونو میشه. خب تورچش نمیشه، خونه همشون تورچ هست. به هر حال بریم یه گاو خوشگل رو بکشیم و بعدش بریم سراغ دایمند خوشمزه یا بدمزه، چون میخوام ازش سوپ درست کنم. به نظرتون سوپ دایمند خوشمزه میشه یا نه؟ یه چیز بلک اسمیت، الان تو رو خدا توش دایمند باشه، تو رو خدا. سیب هست، آیرون هست، کلنگ آیرونی هان. من فقط یه آیرون گولم میخوام تا بکشمش و آیرونامو بیشتر کنم. باید حداقل تو هر ویلیج یه دونه، آره یه دونه دیگه هم بلک اسمیت میخواستم بگم، یه دونه آیرون گولم باشه که بود. خب یه دونه دیگه هست، سیب، کلنگ. جای چیز نارنجی نه، قهوه‌ایه. اینم که نارنجی نیست. الان